السلام عليكم أصدقاء الكرام، أتمنى بكم كل الصحة والعافية والنجاح. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من دروسنا تعليم اللغة العربية عبر الإنترنت. هذا الدرس الثاني من دروس سلسلة التمهيدية، المفردات والاصطلاحات والمحاورة باللغة العربية. كما ذكرنا في يوم الماضي أو في الحلقة الأولى أن تخطيطنا عن برنامجنا الدراسية، واليوم سنبحث حول الحروف الهجائية. كعنواننا اليوم حروف الهجائية في اللغة العربية، وسنبحث حول موضوعات عدد الحروف الهجائية في اللغة العربية والحروف التي لم يتصل بما بعدها والحركات الطويلة والقصيرة، وإن شاء الله سنبحث حول هذه الموضوعات. بله دوستای عزیز، سلام علیکم. امیدوارم که جور و صحتمند باشید. ما چنانچه که در روز گذشته یا در همان حلقه جدید در مورد برنامه یا همان پروپوزال درسی خود صحبت کردیم و امروز دومین درس خود را ضبط میکنیم و عنوان درس امروز ما حروف الفبا در زبان عربی هستند. كما تعرف أن الأساس أي لغة هي الصوت. يتكون اللغة من الأصوات. پایه و اساس هر زبانی همون صوت هست، همون حروف الفبا هستند. عندما نريد أن نتعلم أي لغة يجب علينا أن نفهم الحروف الهجائیه به هذه اللغه. ما اگر بخواهیم هر زبانی را که بیاموزیم، برای ما و شما لازم هستند که حروف هجایی یا حروف الفبا یا زبان را باید بیاموزیم. شما چنانچه که میدانید واژه که هستند، واژه از حروف ساخته میشه. چند تا حروف دور هم جمع می شود، یک تا کلمه، یک تا واژه را میسازد و چند تا کلمه با همدیگر جمع می شود، یک تا جمله را می سازد و چند تا جمله و همدیگر جمع می شود، یک تا پاراگراف می سازد و این پاراگراف، چند تا پاراگراف که یک جمع با همدیگر جمع شد و خدمت شما شود نامه را می سازد، کتاب را می سازد. پس این فرایند انتقال معنا به واسطه زبان از طریق صوت هستند. پس حروف هجائیه یا حروف الفبا در هر زبانی که باشد مهم هستند. حروف هجا در زبان عربی 28 تا حروف هجا داریم که در بعضی جاها 29 تا ذکر کردن و در جاهایی که 29 تا ذکر کردن همزه را با الف یکی گرفتن و هر دوش یک تا حروف گرفتن و گفتن که این الف ما در حقیقت منقلب از واو و یا هستند. پس شما اگر در جای 29 تا حروف به زبان عربی دیدید نگران نباشید. و هيا نقرأ الحروف الهجائية في اللغة العربية، وهذه هي حروف الهجاء في اللغة. الأول ألف، الثاني با، والأخرى تا، والأخرى ثا، والأخرى جيم، والأخرى ح، والأخرى خ، والأخرى دال، والأخرى ظال، والأخرى را، والأخرى ظا،
والأخرى سين سين، والأخرى شين شين، والأخرى صاد صاد، والأخرى ظا ظا، والأخرى طا طا، والأخرى ظا ظا، والأخرى عين عين، والأخرى غين غين، والأخرى فا فا، والأخرى قاف قاف، والأخرى كاف كاف، والأخرى لام لام، والأخرى ميم ميم، والأخرى نون نون، والأخرى حاء حاء حاء، والأخرى واو واو، والأخرى يا يا. هذه هي الحروف الهجائية في اللغة العربية. الموضوع الثاني الحروف التي لم يتصل بما بعدها عند الكتابة. موضوع دوم حروفی که به ما بعدش وصل نمیشه در هنگام نوشتن. شما میدونید که حروف الفبا در اول کلمه به یک شکل می آید و در وسط کلمه شکلش کمی تغییر می کند و همچنان در آخر کلمه شکلش تغییر می کند و در اینجا چند تا حروف هستند که هنگام نوشتن در ما بعدش وصل نمی شود. اول الف یا همان همزه هست مانند باب. این باب در با که به در ما بعدش باشد وصل نشده. دومی الثانی دال هست مثل دب 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 که دال باشه و ما بعدش وصل نشده. باب دروازه، دب به معنای خز. و ثالث ز یا ظل. ظل در اینجا که باشد با یایی که در ما بعدش هستن وصل نشده مثل زیل یعنی دون. قصر الزیل در عربی دون قطار میگن. و ر یا را که در اینجا باشد در ما بعدشان که میم باشد وصل نشده مثل رومان رومان به معنای انار. و وا که در اینجا باشد در ما بعدشان که یا باشند وصل نشده مانند زیتون 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 همان روغن زیتون. و واو مانند واحد. این واو با ما بعدش که الف باشد وصل نشده. واحد یعنی یک. هذا هي الحروف التي لم يتصل بما بعدها عند الكتابة. الموضوع الثالث والأخيرة حركات القصيرة والطويلة أو الظواهر الصوتية في اللغة العربية. موضوع سوم ما حرکات کوتاه و کشیده در زبان عربی هست و همچنین موضوع آخری امروزی ما حرکات کوتاه. ببینید در زبان عربی در هنگام ادا کردن حروف بعضی وقت صدا کش میخوره بعضی وقت صدا کش نمیخوره. اگر صدا کش نخورد اون میشه حرکت کوتاه و اگر صدا کش خورد اون میشه حرکت طولانی یا کشیده. مثلا فتحه، کسره، ضمه اینا حرکت کوتاه هست. هنگام ادا کردن ما صدای خود را بلند یا نمیکشیم مانند بیت بیت یعنی در اینجا ما بار که ادا کردیم صدا را بالا نکشیدیم. بیت به معنای خانه. و بوستان نمیگیم بوستان 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 به معنای باغ. و همچنان بنت بنت به معنای دختر. ببینید در اینجا فتحه، ضمه و کسره حرکت قصیر هستند حرکت کوتاه هستند یعنی در هنگام ادا کشیده نمی شود. اما الحرکت ب
الحرکت طویله، هنگامی حرکت کشیده، هنگامی ادایشان ما صدا را بلند میکشیم، مثل باب باب. اینا کدام حروف ها هستند؟ الیفی که در ما قبلش فتحه باشد، یعنی الیفی که ما قبل الف زبر داشته باشد، واوی که ما قبلشان ضمه باشد و یایی که ما قبلشان کسره باشد. در هر جا، در هر کلمه‌ای که شما دیدید با این مشخصات بودن صدا را بلند میکشیم. مثل در اینجا که الف ما قبلش فتح هست میگیم باب باب، نمیگیم باب. و اینجا که واوی ما قبل مضموم هست، ما قبلش ضمه هست، میگیم بوق بوق، نمیگیم که بوق. و در آخر یایی که ما قبلشان کسره هستند میگیم کبیر کبیر. پس اینا حرکت طویل در زبان عربی هستند. باب ما به معنای دروازه و بوق همان بوق هست، بوق لوتر، و همچنان کبیر به معنای بزرگ. هذا هي درسنا اليوم. شكرا لحسن استماعكم. الاصدقاء عندما تريد أو تحب هذه الفيديو كثيرا اضغط علامة المشتركين تحت الفيديو وتابعوني. شكرا لكم.